بازداشت محمود کرزی در فرودگاه کابل. طالبان میگوید وزیر پیشین شهرسازی پرونده قانونی دارد. واکنش طالبان به اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا. طالبان از جو بایدن خواستند تا گفته‌هایش در مورد افغانستان را اصلاح کند. نگرانی بیشکک از حضور هراس‌افکنان در افغانستان. نماینده رئیس جمهور قرقیزستان در دیدار با حنفی نگرانیش در مورد حضور گروه‌های در افغانستان را بیان کرد. و سازمان ملل از ایلان ماسک خواست تا در توییتر به معیارهای حقوق بشری احترام بگذارد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. معاون سخنگوی طالبان میگوید که محمود کرزی برادر حامد کرزی و وزیر شهرسازی و اراضی حکومت پیشین به دلیل مشکلات حقوقی ممنوع الخروج شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه 15 اکرب این موضوع را بیان کرده است. او ادعای بازداشت محمود کرزی را اما رد کرده است. این در حال است که بر بنیاد گزارش شمار از منابع، وزیر پیشین شهرسازی و اراضی هنگامی که میخواست عصر شنبه به امارات متحده عربی برود، در میدان هوایی کابل از سوی طالبان بازداشت و به محل نامعلوم انتقال داده شده است. گفتنی است که محمود کرزی اخیراً به کابل برگشته بود. محمود کرزی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. خبرگزاری باختر تحت اداره طالبان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا گفته است که جو بایدن گفته‌هایش در مورد افغانستان را اصلاح کند. باختر نگاشته جو بایدن به خود آید و گفته‌هایش را در مورد افغانستان اصلاح کند. این خبرگزاری اضافه کرده است که افغانستان مکان فراموش شده نیست، سرزمین جهاد و مبارزه است که هیچ خارجی نتوانسته است بر آن حاکم شود. باختر اظهارات جو بایدن را یاوه‌گویی دور از انتظار و زشت خوانده که احساسات افغان‌ها را جریحه‌دار کرده است. این در حال است که رئیس جمهور امریکا روز جمعه در جریان سخنرانی در سن دیگو افغانستان را به عنوان مکان ترک شده از خدا توصیف کرده بود. طلعت بیگ مصداقاف نماینده خاص رئیس جمهور قرقیزستان در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان گفت که فعالیت شمار از گروه‌ها در بعضی از ولایت‌های افغانستان می‌تواند امنیت آن کشور را تهدید کند. اما آقای حنفی اطمینان داده که طالبان به هیچ گروه مسلح اجازه فعالیت نمی‌دهد. نماینده ویژه قرقیزستان با ابراز نگرانی از فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان از طالبان خواست که اقدام‌های جدی برای از بین بردن این گروه‌ها روی دست گیرد. همزمان عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان در دیدار با نماینده رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که طالبان به هیچ گروه اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند. با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کشورهای منطقه بارها از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان به ویژه ولایت‌های شمالی افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما گروه طالبان بارها ادعای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها سازمان ملل از ایلان ماسک خواسته است تا اطمینان دهد که اصول مرتبط با حقوق بشر در این شبکه اجتماعی رعایت خواهد شد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز شنبه 5 نوامبر با نشر توییت‌های به نقل از ولر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، این موضوع را بیان کرده است. در این پیام‌ها با اشاره اینکه ایلان ماسک به عنوان مالک جدید توییتر مسئولیت‌های بزرگ بر عهده دارد، از او خواسته شده است تا برای محافظت از آزادی بیان و سایر حقوق بنیادین انسانی کارهای انجام دهد. در توییت کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: از آزادی بیان در سراسر جهان محافظت کنید. تسلیم فشار دولت‌ها برای حذف محتوا یا استفاده از فیلترها نشوید و به سرعت به طور منظم درخواست‌های دولت برای نقض حقوق بشر را گزارش دهید. در ادامه نوشته شده است: توییتر جای برای انتشار سخنان نفرت پراگنانه نیست. قوانین حقوق بشر واضح است: آزادی بیان نباید به انتشار پیام‌های نفرت پراگنانه که باعث برانگیختن تبعیض، خصومت یا خشونت می‌شود تعمیم یابد. سیاستگذاری توییتر برای جلوگیری از انتشار چنین سخنان یک ضرورت است. این در حال است که پیش از این نیز ولر تورک در نامه سرگشاده خطاب به ماسک از اخراج کامل اعضای تیم حقوق بشر توییتر ابراز تأسف کرده بود. این درخواست در حال مطرح شده که ایلان ماسک پس از خریداری توییتر حدود نیمی از کارکنان خود از جمله کارکنان تیم حقوق بشر این شرکت را اخراج کرده است.